سلام بیننده عزیز هموطن گرامی، من محمد سعیدов هستم. ببینید که امروز وقتی کبیری میگه من خائن نیستم، خیانتکار نیستم، اما خائنی و خیانتکاریش 100% اثبات شده است. حتی انسانیگری ندارد. قرض فرزندی خودش در نزد والدینش اجرا کردگی نیست است. همه جنازه والدینش با تلفن خواندگی است که این علاقه دیگر یک چی میگه پستی انسان نشون میدهد که نباید با خیر باشد. آخر خیلی یک نفر میگه که من الیت هستم ولی در روزی تعزیه والدینش اشتراک نمیکنند. این خصلت خوب انسانی است مگر؟ خب ببینید که امروز محیدین کبیری میگه که من خیانت نکردم یا چیکار نکردم، اما اثبات ها از من نیست. ببینید که خود خویشاونداش، راننده‌اش، دیگر فرزنداش و دیگر عمک بچه‌ها و پسر و خاله‌هاش چی میگن؟ اونا دیگر گپ میزنند. سخن اونا کاملا دیگر است که بر ضد گفته‌های خود محیدین کبیری است و یک دلیل‌های معتمد هم هست. رجوع کنید به این صحبت‌ها که چی میگن اینا. اینکه در وقتی مرده مادرتم نبودید $200 بالا دونسته که اومده در جنازه کمپیرم سوچک اشتراک کنید. در مرده پدرتم نبودی او بی‌ناموسی ایده دیگه زیاد میشود. چه خیلی شما فرزندی که در مرده کمپیر مادرتون حتی اشتراک نکردید. من از دهه زیبامنظر قسمدره به تو کبیری میگویم که از این دهه شرمنده‌وار گریخته رفتی، مردم دهه رو شرمنده کردی، با هر خیل تهمت و گپایی که در واسطه اخبار امو گپ میزنی مردم دهه رو در خجالت موندی. مردم تو رو بخشیدن نمیتونه. از حساب پولهایی که از خارجه به دست میاری با اهل و فرزندت در خارج کشور کیف سکه کرده، این روز با لاف میزنه که مردم تاجیکستان یا که دولت تاجیکستان گویا که این ویروسی که برای مردم در سری مردم آمده است از اجرایش که از که پیشگیریش نمیبراید. کبیری، من همچون راننده نه، همچون غلامی تو بودم. تو پیش از همه به من خیانت کردی. حالا در اروپا رستوران و خانه و ماشینی دکدنگ داری. با پولی کی خریدی؟ البته با پولی خواجگانت. مگر این شرمندگی نیست؟ من صد افسوس میخورم که چند سالی حیاتم را همچون اعضای حزب تو با تو گذراندم. ای کبیری، در زمینه دشواری که بالای سر ملت آمده است و تمام جهان را نگرانی کرده است، باز تو میخواهی که کشور آزاد ما را ناآرام سازی. کسی به تو باور میکند از تو فریب میخورد. هم مسلکان تو هم امید نوتنج کردن کشور را دارد. تو نیز آنها رو فریب میکنی، دروغ میگویی. ببینید که امروز اگر من چیزی میگم، من از رسانه ها گرفتم، از نوع مردم گرفتم، از شاهدای خود گرفتم و با این جا گفته هستم. شخصا من با محیدین کبیری یگان خصومت ندارم. خصومت من با محیدین کبیری و دیگر نهضتی ها خصومت ملی است. ما یک ملت تاجیک هستیم، نماینده ملت تاجیک هستیم. دشمن ملت ایجا محکوم کرده ایستادیم. ما دشمنای ملت محکوم میکنیم. فرق نداره هر کسی میخواد برای ملت تاجیک یک ضربه بزنند، یک خیانت کنند، ما او را طرفداری نمیکنیم، ما او را محکوم میکنیم و بر ضد او مبارزه میبریم که تو همه دشمن ملت تاجیک محو کردند. ما این کارا میکنیم. ما هرگز از وظیفه شهروندی رسالتی وطنداری خودمون دست نمیکشیم. ما همیشه آماده هستیم که بر ضد دشمن ملت تاجیک مبارزه بریم. ببینید که امروز اونایی که از نهضتی ها و دیگر گروه های سیاسی افراطی دستگیری کردند به زندان ها رسیدند. همش جایگاهشون زندان است. فرزنداشون در کوچه خور است. زناشون دیگه مال دیگه مردم شده از در کوچه ها ماندن. این چی گپ است؟ یعنی اون نشون میدهد که کبیری دیگر برای گروه نهضتی هایی که یک گروهی را که به افراط و دیگر فند و حله و نیرنگش به دامش افتانده بود، دیگر اونا به زندان رفتن و یک ماجرا سازی ها شد. اونا دیگر یک قسمی از جامعه را چیکار کرد؟ ناچار کرد. اعضای خود حزب نهضت، سابق حزب نهضت اسلام. ببینید که همه مردم امروز خارزار هستند، با یک بردنان زار هستند و دیگراش باشد در زندان هستند. پشیمانند که چرا ما اعضای حزب نهضت شدیم. ولی کبیری چی حال دارد امروز؟ بله در اروپا رفته است. امروز در اروپا صاحب قصرها، کوشکها، تجارت‌های بلند، ماشین تجارت و دیگر تجارت‌ها دارد که صورت حساب‌های بی‌نهایت، مبلغ‌های کلان می‌آیند از صورت حسابش. و این چی دلیل است؟ این باز نشان می‌دهد که
خودی مویدین کبیری و دیگر اون اشخاص که در گیرو اطرافش هستند اونها منفعت های خودشون دارن، منفعت های ملی نه، منفعت های شخصی خودشون حمایت میکنن، از پشت منفعت های شخصی خود میدوند و این الکه یک خیانت است، الکه یک چی میگن سطح پستی آدمی است، یک بدنفسی است، نفس پرستی است. وقتی میگه من از نام ملت سخن میکنم، برای ملت کار میکنم، تو باید از خود بگذری، همه چیز از خود بگذری، همه برای ملت باید باشد، برای دولت باشد، برای جامعه باشد، برای آبادی وطن باشد، نه در کیسه خودت. همین یوریش که حاجی حلیم با سروری چی میگن فرمایش و سپارش مویدین کبیری تشکیل کرد، همین با مبلغ گذاری به واسطه خود سابق تشکیلات حزب نهضت اسلام شده است. مرحمت خود خلاصه کنین. هموطنان عزیز، اگر امروز شما ببینید که این دودوهای نهضتی ها که دارن با سروری کبیری این کارا رو میکنن، اینا مقصدشون عملی نمودن همون لایحه خودشون است، همون لایحه‌ای که یک مراتب جنگ شهروندی تاجیکستان تشکیل کردن، بازم میخوان در فرمت اینا همون لایحه چیکار کنند؟ تشکیل کنند، یعنی از سر بگیرند، ملت بار دیگر سرسام کنند، از امکانیت‌ها چیکار کنند؟ محروم سازند. اینا بر ضد منفعت‌های ملی، بر ضد ارزش‌های ملی ما برآمد کرده ایستادند که این الکه خیانت است، خائنی است و ما هرگز این مسئله را نمیبخشیم و هرگز دشمن ما را نمیگذاریم که همه خیل هر خیانتی کرد و همه خیل در کشورهای دیگر آرام و آسوده زندگی کرده بگردد. اما ملت اینجا غربت ببیند. متاسفانه خیل نیست. ما کوشش میکنیم که هر یک نفر که یک آزار، یک عادی ترین رنج برای یک شهروند جمهوری تاجیکستان آورده است، همون رنج در خودش ببیند، همه عذاب در خودش ببیند. چون که ملت ما، ملت آزاده تاجیک هرگز نمیگذارد که دشمن، خیانتکار، خائن دیگر از نام این ملت برآمد کند، دیگر خودش تاجیک و تاجیکستانی گوید. هرگز تاجیکستان نمیگذارد که یک دشمن، خائن، یک ملت فروش، جاسوس، وطن فروش چیکار کند؟ خودش تاجیک گوید، از نام تاجیکان برآمد کند. ما برای این چیز هرگز اجازه نمیدیم و ما همیشه آماده هستیم که مبارزه